آقا سلام ارادت. پرنده های ما 3 ماه هم تا الان هیچ داروی ضد دنگلی نخوردن. ما میخوایم امروز بهشون داروی ضد دنگل بدیم. این ساشه ها هر کدوم برای 30 تا پرنده بالغ، 30 تا مرغ بالغ کافیه. حالا برای ما تقریبا تاقشن دیگه، پرنده های ما تاقشن، نزدیک تخم گذاریشونه، مرغ بالغ نیستن. هر یه دونه از اینا برای 60 تا کافیه. یک بار امروز میدیم، یک بار هم 10 روز تا 2 هفته بعد که اون تخمه و لاروکای انگلا کامل از بین بره. چون تا حالا ندادیم، من تک و توک دارم نشانهای انگل میبینم تو اینا، به خاطر اینکه یه سری از مرغامون پرنده هامون بی حالترن، رشد کمتری دارن، 100% نیازه.